زندانی شدن آریانا سعید در امریکا و گریه و ناله اسیب ساید. آریانا سعید به چه دلیل در امریکا زندانی شده است؟ قاچاق پول توسط آریانا سعید و اسیب به امریکا و دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی معلوم شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت که از در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار شما راهان خوب کانال دنیا اینفو. برای شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید و اسیب زوج موفق با استعداد و خیلی مشهور در میان مردم افغانستان می باشد. آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل و یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان بوده است که با صدای سوریله‌اش دل میلیون ها افغان را از آن خود کرده است. آریانا سعید به طور مسلکی در سال 2008 به سرودن آهنگ پرداخت. آریانا بزرگ شده کشور انگلستان می باشد و در کشور انگلستان در رشته تجارت تحصیلاتش را به اتمام رسانید. آریانا سعید با اسیب ساید در سال 2018 نامزد شدند. آریانا نه تنها هنرمند خوب کشور است بلکه فعید تجار و یکی از فعالان سیاسی زن افغان بوده است. همیشه برای دفاع از حقوق زنان افغان می جنگد و مبارزه می کند. چند می شود آریانا سعید در امریکا نهادی برای دفاع از حقوق زنان افغان ساخته است. آریانا سعید و اسیب به خاطر قاچاق پول انگفت در کشور امریکا برای مدت 48 ساعت زندانی شدند. اما این زندانی شدن آریانا سعید و اسیب کاملا دور از پرده رسانه ها بوده است و به همین خاطر آریانا مدت می شود دیگر به کارهای هنریش نپرداخته است. ولی ما آرزوی موفقیت، خوشحالی و کامیابی برای این زوج موفق و با استعداد کشور خود داریم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ‌ها از آریانا سعید و اسیب ساید خواهیم بود. دوستان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید و اسیب به اشتراک بگذارید. برای عضویت با کانال دنیا اینفو علامت زنگوله را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر این کانال را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.